اول من سوال می‌پرسم تو اشیایی؟ نه. خب بپرس. شغلی؟ نه. بپرس. تو حیوانی؟ نه. خودتی. بپرس. تو جیب جا میشی؟ خب تو پس آدمی دیگه؟ آدمی؟ آها خب. اشیایی؟ من نه. خب بپرس. آدم معروفی هستی؟ نه. و چی؟ تو آدمی؟ من نه. میدونم. برو گوش. خب بپرس. پس چی؟ چند تا سوال شد؟ 4 تا پرسیدم. سوال 4 حالا. آدم معروفی که نیستی، چیزی یه مثلا نسبتی، مثلا کسی هستی، مثلا فامیلی مثلا اینجوری. نه. چی؟ شغلی؟ 2 تا سوال شد. خب باشه سوال بعدیم. شغلی؟ 5 تا من پرسیدم تو 4. آره شغلی. خب باشه تو بپرس. خب شغلی؟ اونی پرسیده بودی. سوختی؟ نه دیگه. اشیا هم که نبودی. جانداری؟ آره. یکی دیگه پرس. کوچیکی یا بزرگ؟ بستگی داره. چی؟ میشه جفتش باشی. نه یعنی هم کوچیک هست هم بزرگ. یا هم کوچیکش هست هم بزرگش. آره. یا هم میتونه کوچیک باشه هم بزرگ. نه نمیتونه بشه. خب هست. آره هست. خب حالا منم شغلی خودمونی یوتیوبری؟ تو چی؟ جاندار بودی پرسیدم. میتونه کوچیک باشه. حیوانم گفتی نیستی. نپرسیدی. چرا گفتی؟ نپرسیدی. حیوانی؟ آره. مثلا چه سوالی می‌پرسی؟ خب منم تو آتش نشانی؟ بابا بس چی؟ گربه ای؟ آره.